درود بر شما. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های خورجین خنده. عیسی سمیر عرفان هستم. در این هفته میهمان برنامه ما جناب محترم رئیس یکی از دیپارتمنت‌های شارولی که وظیفین نامعلومه با خود داریم. با سلام خدمت از اونا و شما هم جا داره که سلامی داشته باشین خدمت بیننده ها. سلامت باشیم، زنده باشیم. ما برادر خرد شما اسنج اسکله رئیس دیپارتمانی ولایت شهر هرات انا به خدمت شما نیم. آقای جوسکله گفت. اسنج اسکله بله. جناب جوسکله عزیز، اولین سوالی که از شما مطرح بشه، چرا شما ساختمان هایی که مردم تیار میکنن و کارگرداران کار میکنن شما ناسند خود کلاه زرد خود کتاب الله بغل خود میاین استاد میشین و قلمان بم دست شما برو که مزاحمی شما ببین مردم چی کار دارین مثلا کار نرلق میکنه؟ اول که برای من فکر کنم که شما اشتباه گرفتیم. ما اونایی که خود کلاه زرد خود میایم اونا نفرامونم کارمندا شهرولی شهر ولایت هر که هستن همونایی میایم اونا رو ما رای میکنیم. بله. انا اونا میایم وظیفه خود اجرا میکنم، چون هر کس که وظیفه خود وظیفه کشور اجرا نکنه پس بفهمین که او واقعا خیانتکاره، یک شخص خیانتکاریه. وظیفه شما در کل چیه؟ وظیفه ما از اینه که نگذارین که هر کس به سر به خود به ساخته که برادر که شما دارم درو میرم به حمام و به گاراژ درو میرم به سر به خود برم به ما خونه به خود تیار کنم، بعد حداقل به نظر ما باشه خونه از اینا اجازه گیرم از ما. خب از شما اجازه بگیرن بالاخره به چی تحت شرایطی از شما اجازه بگیرن؟ به خاطر چی از شما اجازه بگیرن؟ شما در کل کاروبار شما با اونا چی تفاوتی داره؟ تفاوت از این برارمه که ما اجازه نمیدیم شخصی که بره بخو حتی یک گوخونی تیار کنه که به گواه خو. به چی دلیل اجازه نمیدیم؟ با خاطر از این که وظیفه مونه. ما از بالا جا مقام بالا وظیفه به ما دادن که ما باید به شخصایی که میرم با خو 1 متر از این ساختمان یا از سرک یا از زمین دیوال میکنم، بعد بیایم از ما کاغذ بگیرم، از ما جواز بگیرم، امر داشته باشم. این شهر هرت کنیه که هر کس بره هر چی به خود تیار کرد. یعنی باید از شما جواز بگیرن؟ بله. خب کسایی که جواز میگیرن از شما برین کار ندارین؟ داریم تا تکمیل شه ساختمان. خب یعنی تکمیل شه رنگ روغن داده شه ما کار نداریم. برای علاوه که بعضی مثلا از شما میان جواز میگیرن، شما میگین جواز باید بگیرن و بالاخره از ما اجازه بگیرن، خب بازم که شما نفرا خود رای میکنین بازم نه نفرا ما رای نمیکنیم، خود اینا میایم سعی کنیم اشته خود اینا میان حساب داره. ساختمانی که از اول برنا شروع میکنه تا با وقتی که تکمیل میشه به زیر نظر ما و به زیر نظر کارمندا ما هسته. از ما که 15,000 روپیه یا بیشتر یا کمتر پول میدم جواز میگیرم او که خیر تا با وقتی که ساختمان تکمیل میشه اگه بچه ولی ایراد باشه بچه همین خود رئیس جمهور باشه بعد از اینی خود به کارمند ما پرداخت کنه. اگر نه این تا به گردن بند باشه که من اونا رو قسم دادم با وجدان اینا قسم دادم که بل فرغون حتی لباسا کارگرا اینا رو جمع کنم بعد نظم موتر بیارم شهر ولی که منجا بپوسه. چی برادر چی وضعی گرفتین شما؟ یک ذره بعد هم دولت خود بخوریم، یک ذره بعد هم شهر ولی خود بخوریم. چی وضعیه؟ همه ازم کار میکنیم، ازم باغا خو میاریم دوری میکنیم، کیسه خو ازم زمینا خو میاریم دوری میکنیم، کیسه خو ازم دکونا خو کار میکنیم. ما از این به بعد تصمیم دیگه هم بگرفتم. چی تصمیمی؟ فقط تصمیم گرفتم که شخصی که پیاده میره از این به بعد این اختراع میکنیم، تا حال اختراع نکردیم. شخصی که پیاده بره بعد پا خو ملیات بده. ملیات بر پا. آخه شما از من پرسان میکنیم ما 3560 نفر اونجا با شهرولی ما کارمند داریم، از جمله از اینا 65 نفر هم آشپز داریم که چاش باشه آش تیار میکنن. اینا که برارم من نمیتونم کسی خوب بدم. با خدا قسم تا ساختمان تکمیل نکنه خوب بفهمیدی
هایی که میای کارمند ما مثلا 1000 روپی 2000 میستونه پس بل فرغونا اینا رو متر میکنه او گپ پینیه. حداقل اون مسکینا غریبای خنکندا در بدرا سیل آورده بلوک سیل آورده به چردیبر ما جمع شدم چارقرانی که بخوی از این وریبر میستونه مشکلی نداریم ما بزو شیر مادر نه شیر مادر بزونا واقعیت علاره بیشترتر علاره چون بزی معاشی که ما میدیم بزونا گزاره چی پوچ از این مسکینا نمیشه مجبورم 2001 سکنیم برار من شما من مجدیانه من مجدی می تلویزیون شما یک شخصی که 10 طبق 5 طبق 4 طبق ساختمان بالا میکنه آیا به 2000 روپیه که به دست می کارمند ما بده او بزو چی دردیه 2 فرغون ماسه بیشتر بری ساختمان چپکه خواهی گناه از خود شما که خود شما برای ماشر بالا نمیبرین هم ماشر میگه به زور بالاخره به زور گپ و بالاخره به زور بازو به زور پرتی بزی از مردم میگه حقوق اینا رو بستانیم شما این گپ رو نداره اگر 50,000 روپیه با برج مثال میزنه از طرف ریاست جمهور به کارمندان معاش برسه اول باید ساختمان اول باید موتر شیشه دودی اول باید بیترین باغ اول بیترین تفریجا به کلونا داده شه کلونا از معاش کارمند از رشوت از زیرمیزی ارومیزی اینا بگیرم خود که تکمیل کردم اکمال کردم او وقت 4 تا غروبی هم که به چردیبل شهرولی یا به چردیبل دولت اونا رو هم باز خوش میرن دیگه شما گپ علیکی میزنیم لالا چرا مزاحم میشیم با ما خواست شما از حکومت چیه؟ از کی؟ از مردم از حکومت چیه خواست شما؟ اگر راست بپرسیم هر روزی که ما به دنیا تولد شدم دست چپ پراست خود بفهمیدم نفهمیدم خواست چیه بیشتر توضیح بدین که من متوجه شم همین خواسته شما از دولت چیه از مردم چیه برای که به شما پول میدن جواز از شما میگیرن بالاخره هر حسابی که شما برای شما میدن بازم که شما مزاحمت خوردار میشین من ندارم من یک دفعه بیام به شما من خب ما به شما بیشتر عرض کردم بیشتر اگه عرض بکنم امکان داره ببینید تلویزیون شما خواسته شم تا وقتی که ساختمان بیای شخص بشینه شرولی کارمندای خود کلا سبز و سرخ خودمون کتابک زیر بغل خو میایه 500 1000 2000 کمتر بیشتر بدن که فرغونا اینا رو جمع نکنن که گزاری از این مسکینان بشه یعنی چیشون ترسونی میکنه خداوند شما رو خیر بده حیات ما برفتی بدگار چیشون ترسونی است حال شما رو به پیار شما بخونی شما چیز نمیکنن بشی نکنمه بر اینجا امروز آشار شور کردی مثلا واقعا قربان شما بینده عزیز هفته دیگه که باز کیر دعوت میکنیم شما رو خداوند پاک میسپارم تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم زنده بشی قربان شما سلامت بشی هفته بعد و دیدار بعد شما رو خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم شب شما خوش خدا نگهدار شما